چرا برخی افراد چپ دست یا راست دست می شوند؟ کودکان در چه سنی معمولاً دست غالب خود را پیدا می کنند؟ از چه سنی می توانند مداد به دست بگیرند و نقاشی کنند؟ مهارت‌های حرکتی درشت و ظریف چیست و چه نقشی دارند و چه فعالیت‌هایی به تقویت آنها در کودک کمک می کنند؟ اینها نمونه سوالاتی است که در این ویدیو به آنها خواهیم پرداخت. با ما باشید. دلیل دقیق ترجیح افراد در استفاده از دست چپ یا راست ناشناخته است. بسیاری معتقدند که چپ دستی و راست دستی به شرایط ژنتیکی مرتبط است. با این حال کارشناسان نمی‌دانند کدام بخش ژنتیک انتخاب دست برتر را کنترل می‌کنند. اگرچه می‌دانیم که یک نوزاد تا چند سال پس از تولد ترجیح دست خود را نشان نمی‌دهد، دانشمندان آزمایش انجام دادند که نشان می‌دهد نوزادان حتی وقتی در رحم هستند ترجیح دست دارند. آنها دریافتند که از هر 10 جنین 9 جنین ترجیح می‌دهند انگشت شست راست خود را بمکند که الگوی آشنای ترجیح دست در بین مردم جهان را منعکس می‌کند. آنها وقتی در سالهای بعد رفتار آن بچه‌ها را پیگیری کردند متوجه شدند نوزادانی که انگشت شست راست خود را در رحم می‌مکیدند راست دست شدند و آنهایی که انگشت شست چپ خود را ترجیح می‌دادند چپ دست باقی ماندند. اما سوال متداول این است که کودکان دقیقاً در چه سنی دست غالب خود را پیدا می‌کنند؟ به عنوان پدر یا مادر ممکن است از خود بپرسید چه زمانی متوجه خواهیم شد که فرزندمان راست دست یا چپ دست است؟ در سن پایین کودکان احتمالاً به طور مساوی از هر دو دست خود استفاده می‌کنند و همیشه آنها را عوض می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد اغلب کودکان بین سن 3 تا 6 سالگی دست غالب ثابت خود را پیدا می‌کنند. گاهی این امر در کودکان بسیار خردسال حتی در 1 سالگی یا زودتر نیز دیده می‌شود، اما زیاد معمول نیست. البته باید در نظر داشت خصوصیات هر کودک منحصر به فرد است و مهارت‌های خود را در زمان‌های مختلف و به روش‌های گوناگون ارتقا می‌دهند. آنچه باید در نظر داشته باشید این است که به کودکان فضای لازم را بدهید تا با هر دو دست کاوش کنند و سعی نکنید وقتی آماده نیستند آنها را به استفاده از یک دست به جای دیگری وادار کنید. سوال اینجاست که کودکان از چه سنی می توانند مداد به دست بگیرند و نقاشی کنند؟ تعیین سن قطعی برای این فعالیت‌ها واقعا دشوار است و این موضوع تا حد زیادی به خود کودک بستگی دارد. انتظار نمی رود که کودک تا حدود 5 یا 6 سالگی بتواند به طور کامل قلم را محکم در دست بگیرد. در این سن دستهای کوچک آنها به رشد خود ادامه می دهند و عضلاتشان هم رشد می کنند. کودکان ابتدا نیاز به یک پایه خوب از مهارت‌های حرکتی چه درشت چه ظریف دارند. هنگامی که آنها اعتماد به نفس و توانمندی لازم را پیدا کردند و از دستان خود در فعالیت‌های بازی استفاده کنند، مهارت محکم گرفتن قلم تقریباً آخرین چیزی است که یاد می‌گیرند. ما چگونه می‌توانیم به کودکان کمک کنیم؟ کلید موفقیت دادن فرصت‌های زیاد برای فعالیت‌های متنوع است تا به واسطه آن مهارت‌های حرکتی درشت و بعد از آن مهارت‌های حرکتی ظریف تقویت شوند. مهارت‌های حرکتی درشت مهارت‌هایی هستند که کودک با استفاده از کل بدن خود آنها را پرورش می‌دهند. این مهارت‌ها به معنای استفاده از پاها، بازوها، تنه و بدن برای انجام حرکات است. مهارت‌های حرکتی ظریف شامل کاربرد عضلات کوچکی هستند که با مغز و دستگاه عصبی کار می‌کنند تا حرکات در مناطق مانند دست‌ها، انگشتان، لب‌ها، زبان و چشم‌ها را کنترل کنند. اما چه فعالیت‌هایی به تقویت مهارت‌های حرکتی کودک کمک می‌کنند؟ برخی فعالیت‌ها برای تقویت مهارت‌های حرکتی کودک مفید هستند، از جمله قدم زدن در بیرون از خانه و یا ایجاد مسیرهای مانع در داخل خانه، اینهایی که باعث حرکات زیاد کل بدن با تحمل وزن از طریق بازوها و پاها می‌شوند. برای تقویت مهارت‌های حرکتی ظریف، ساخت و ساز با اسباب بازی‌ها، نقاشی و خطی کردن، کاوش و کشف با موادی مانند شن، آب، مایع غلیظ، حباب، خمیر بازی. توصیه متخصصان این است که فرصت‌های زیاد و متنوع برای فعالیت و کاوش کودک فراهم کنید. اگر کودک زیاد جلوی تلویزیون یا صفحه کامپیوتر بنشیند، بدنش را به اندازه کافی کاوش نمی‌کند و این فرصت یادگیری را از آنها می‌گیرد.